داستان آهنگ ماندگار صبحت بخیر عزیزم معین میدونی چی بوده؟ یه پسر 16 ساله بوده تو آبادان که عاشق یه دختره میشه. اینو انقدر دیگه درگیر این دختره میشه، پدر مادرش مجاب میکنه که برن خواستگاری دختره. بابای دختره برمیگرده میگه که نه، باید بره این درس بخونه، بره دیپلم بگیره. میره دیپلم میگیره، برمیگرده دوباره بابای مخالفت میکنه، میگه باید بره سربازی. 20 سالگی میره سربازی، 22 سالگی برمیگرده بازم مخالفت میکنه. تا 32 سالگی هی میرن و میان. 32 سالگی آخر سر موافقت میکنه. اینا میرن ازدواج میکنن. بعد اینکه برمیگردن خونهشون، عروس داماد بعد اون تشریفات و عروسی و فلان و اینا، میان دختره خسته کوفته رو مبل دراز میکشه، پسرم پیشونیشو میبوسه و میگیرن میخوابه. صبح پسره بلند میشه، میره صبحونه درست میکنه، مشتقات صبحونه رو میچینه، میبینه دختره بیدار نمیشه. میاد دست میزنه، میبینه بدنش یخ کرده. زنگ میزنه اورژانس، میاد اورژانس میبینه بدن یخ کرده و تموم کرده. اورژانس میگه که دیشب از فرط خوشحالی و ذوق تو خواب ایست قلبی کرده و فوت کرده. این آهنگ معین سر این بوده. پسره میگه که صبحت بخیر عزیزم، با اینکه گفته بودی دیشب خدا نگهدار. خیلی آهنگ قشنگی بود. دنیای این داستان خیلی خفن بود به خدا.